پیشاگوزه کردن میگفتن تا که پگود از خون نبیای و ما هم میجاییم. خبر که به مهر نشه. اکنون بیا و بگیر. ساعت 5 سحر خوب میخستی و دستم میرفتی که اما احمقان نقپنده لط کوبت نکنن. راستی ساعت 5 سحر یک پرابلم دیگر هم بود. سگ‌های همسایه شب سر میدادن سحر میبستند. اکنون چه گذاریم ها؟ بچه شما ازدواج دارین؟ بیایید نظر کنیم به زمانی حاضره. ای کوچه شدی چشم گذاشته تلپا را میبینی میگوی سلام براتانه کنکرت نیما. علیکم سلام. کی بدیدیم نه؟ با فکر ما یک چای بولوی. ای فایروز کی آدم نمیرسه کماندمونده. ای براتان بیا ما ده یک آدم نمیرسه همراه ما بازی کن. میبخشین جورا جانو تلفن ما چورمشکانه که حاضر باشد کسی با کسی کار نداره. نمیپرسند تا کی و با کجا میروی. هر یکی ما باید شکر خدا کنیم که چون این وطن زیبا و آباد داریم.